همیشه به ما گفتن آتلانتیس فقط یک افسانه است، یه شهر گم شده زیر آب. اما هر چی ردشو میگیری میبینی داستان ترسناکتر از یه افسانه ساده است. میگن آتلانتیس شهری بوده با تکنولوژی خیلی جلوتر از زمان خودش، ساختمان‌های عظیم، انرژی ناشناخته، دانش‌هایی که حتی امروز ما نداریمش. شهر به ظاهر بهشت بوده، ولی زیر این بهشت یه غرور خطرناک رشد کرده بود. حتی مردمش فکر میکردن از بقیه بشر بالاترن. اگه دوست داری این ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کن. بعضی تئوریا هست که میگن آتلانتیسی ها به یک منبع انرژی دست پیدا کرده بودن که نمیفهمیدن با چی طرفن. یه انرژی شبیه هسته زمین. اونقدر باش ور رفتن و باش بازی کردن تا کنترل از دستشون خارج شد. ناگهان شهر توی یک شب نابود شد. نه یک زلزله معمولی، نه موج ساده. انگار زمین خودش آتلانتیس رو بلعید. حالا بخش ترسناک ماجرا اینجاست که بعضیا میگن آتلانتیسیا از بین نرفتن، اونا از دسترس خارج شدن، به جایی رفتن که ما هنوز نمیفهمیم کجاست. یه تئوری دیگه هم هست که میگن آتلانتیس نتیجه دخالت بیگانگان نبوده، بلکه خود انسان بود که بیش از حد جلو رفت و زمین مجبور شد اونو از روی نقشه حذف کنه. بدترش اینه شباهت‌های ترسناکی بین آتلانتیس و دنیای امروزه. قدرت، غرور، تکنولوژی. شاید آتلانتیس افسانه نباشه. این شهر خیلی زودتر از ما به مرز خطرناک دانش رسید و بهایش شد نابودی. رد آتلانتیس فقط توی افسانه ها نیست، توی گزارش های غواص ها، توی نقشه های قدیمی، حتی توی سازه های سنگی زیر آب چیزهای دیده شده که با عقل جور در نمیاد. توی عمق اقیانوس اطلس ساختارهایی پیدا شده که شبیه شهر هستن، سنگ‌هایی که انگار با لیزر برش خوردن، زاویه‌هایی که حتی امروز هم ساختنش سخته. آتلانتیس شاید اولین قربانی دانش بدون مسئولیت بوده. اونها دنبال قدرت بیشتر بودن و وقتی انرژی رو فعال کردن که درکش نمی‌کردن، سیستم طبیعت علیهشون واکنش نشون داد. توی متون باستانی بارها یک جمله تکرار شده: آتلانتیس سقوط کرد، ولی کسانی که زنده موندن بین مردم پخش شدن. حالا این یعنی چی؟ یعنی شاید بخشی از مردم آتلانتیس هنوز نسلشون ادامه داره. شاید همونها پایه بعضی تمدن‌های بزرگ بعدی رو ساختن. مثلا اهرام مصر. آتلانتیسی‌ها یک نقطه مشترک بین خودشون داشتن. اونا خیلی پیشرفته تر از زمان خودشون بودن. کسایی که از شهر نابود شده فرار کردن، دانش خودشون رو مخفی و تکه تکه بین جاهای مختلف دنیا پخش کردن. ولی چرا مخفی؟ چون خودشون دیده بودن این دانش یه بار دنیا رو به لبه نابودی برده. چند سال پیش یک گروه غواص حرفه‌ای وارد منطقه تو اقیانوس اطلس شدن که محقق‌ها بهش میگن کمربند خاموش. اونا وارد اقیانوس شدن و تصاویری گرفتن که نشون میداد کف اقیانوس صاف نیست، بلکه پر از خطوط مستقیم و زاویه دار بود. چیزی شبیه خیابون و دیوارهای بلند، نه شبیه طبیعت نه صخره. انگار یک شهر خوابیده زیر آب. بعضی دانشمندها معتقدند تکنولوژی امروز ما به طرز خطرناکی به چیزی که آتلانتیسی ها تجربه کردن داره نزدیک میشه، مثل شتاب زدگی در پیشرفت انرژی، دستکاری طبیعت، دست بردن تو ساختار زمین، یا بازی با چیزهایی که هنوز کامل نمیفهمیم چیه. تاریخ یک بار این مسیر رو رفته و پایانش روشن نیست. آتلانتیس نابود نشد چون ضعیف بود، نابود شد چون خیلی جلوتر از زمان خودش حرکت کرد. و حالا سوال بزرگ اینه: آیا ما داریم همون اشتباه تکرار میکنیم؟ ریشه تاریخی آتلانتیس از کجا شروع شد؟ اولین و قدیمی ترین منبع درباره آتلانتیس نه کتاب‌های معماگونه است و نه روایت‌های اینترنتی. همه چیز فقط به یک نفر برمیگرده: افلاطون. او حدود 2400 سال پیش در دو اثر خودش، تیمایوس و کریتیا، داستان آتلانتیس رو مطرح میکنه. افلاطون میگه این روایت رو از جدش به نقل از یک کاهن مصری شنیده. جزیره‌ای بزرگ ورای ستونهای بلند، جای در اقیانوس اطلس بود. تمدنی پیشرفته و ثروتی زیاد داشت، اما مغرور و طمع‌کار بود و در یک شب دریا اون رو بلعید. رفقا، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید. شب و روزتون بخیر.